تیرباران کردن ناجوان مردانه تیمسار. من شوکه شدم واقعا. وقتی اومدم روزنامه، عکاس روزنامه‌م اومد و عکس‌ها رو از پزشک قانونی آورد، اصلا برای تیتر زدن مونده بودم چی کار بکنم. این عقاب آسمان ایران که افتخار برای ما، این نام ثبت شده در کنار نام‌هایی مثل بابک خرمدی، این اسم‌ها ثبت شده است، این اسامی باقی میمونه، اینا جاودان شدن به همت و غیرتشون. نادر جهانبانی، شما اگر این مرد رو میشناختید و وقت میدونستید من چی میگم، چقدر این انسان با شخصیت بود. افسری که من توی دادگاه وقتی میدیدمش کمی ریشش در اومده بود. نادر جهانبانی در دادگاه گفت من حاضر نیستم در برابر شما بیگانگان با شما بیگانگان سخن بگویم. در نادر جهانبانی همه اش ایران.